آلپتگین مؤسس امپراتوری غزنویان. سلام مخاطبین عزیز، سعدالله محمدی هستم با یکی دیگر از ویدیوهای کانال سید ژورنال در خدمت شما بیننده های عزیز قرار گرفتم. دودمان غزنوی یا غزنویان یک سلسله ترکتبار پارسیگوی و مسلمان در بخش‌های شرقی ایران بزرگ به ویژه فرارود و خراسان بزرگ بود، اما به عنوان مروج و ناشر اسلام مورد توجه و تایید خلافت عباسی بود. شهرت این سلسله بیشتر به خاطر فتوحاتی است که در هندوستان انجام داده است. اگر حاضر برای دانستن ادامه این هستید، ویدیو را تا پایان تماشا کنید و برای حمایت از ما و دیدن ویدیوهای بعدی ما کانال ما را سابسکرایب و آیکن زنگ را فشار دهید. از آنجا که غزنویان نخستین پایه‌های شهریاری را در شهر غزنین آغاز نمودند، به غزنویان نامدار شدند. بنیانگذار این دودمان سلطان محمود غزنوی بود. پدران او از خانات ترکمن بودند که به خراسان کوچ کرده بودند. نامآورترین شهریاران این دودمان سلطان محمود و پسرش سلطان مسعود بودند. با شکست غزنویان از سلجوقیان در نبرد دندانقان و پس از سلطان مسعود، این دودمان رو به ناتوانی گذارد و چندی بستر حوزه فرمانرواییش به بخش‌هایی از هندوستان و افغانستان کنونی محدود شد. حکومت غزنویان هند از نظر هنردوستی و توجه به شاعران پارسی سرا و گسترش زبان پارسی از اهمیت بالایی برخوردار است. در اواخر حکومت سامانیان یکی از سرداران ترکمن این سلسله به نام آلپتگین کوشید با همدستی عده‌ای دیگر یکی از اعضای خاندان سامانی به نام نصر بن عبدالملک بن نوح را به حکومت برساند، اما نتوانست و پسرعموی وی یعنی منصور بن نوح به جای وی بر تخت نشست. پس از این ماجرا آلپتگین راهی شهر غزنین در افغانستان کنونی شد و در آنجا حکومت را بر دست گرفت. دولت سامانی که حکومت ضعیف بود و از سمت فرارود یعنی ماورالنهر نیز با حکومت مسلمان و ترک نژاد ایلک خانیان درگیر جنگ بود، بناچار حاکم بودن آلپتگین در غزنین را پذیرفت. آلپتگین تا پایان عمر خود در شهر غزنین اقامت گزید، اما دولتی که وی بنیاد نهاد پس از آن به علت انتساب به شهر غزنین به حکومت غزنویان مشهور گشت. یکی از نامدارترین جانشینان آلپتگین داماد وی سبکتگین بود. سبکتگین با نشان دادن شایستگی خود به بزرگان ترکمن توانسته بود پشتیبانی و اعتماد آنها را به خود جلب کند. همگام با این دگرگونی ها در غزنین دولت سامانی به ضعیفترین زمان خود رسیده بود و دچار مشکلات پرشماری بود. سبکتگین ضمن اعلام وفاداری به حکومت سامانی برای سرکوب سرداران یاغی پاکستان راهی آن دیار گردید و توانست اوضاع را تا اندازه به نفع سامانیان آرام کند. سامانیان نیز به پاسداشت این خدمت وی نه تنها وی را در مصنع حکومت غزنین استوار کردند، بلکه اداره خراسان را نیز به پسر وی محمود واگذاردند و سلطان محمود نیز با سود جستن از امکانات این منطقه پهناور و آباد توانست به قدرت خویش بیفزاید. محمود پس از درگذشت پدر به حکومت غزنین دست یافت. در همین اوضاع و احوال ایلک خانیان به فرارود تاختند و با تصرف بخارا و پایتخت سامانیان و سرزمین‌های جنوب آمودریا به عمر این دودمان پایان دادند و این باعث گردید سلطان محمود به استقلال کامل برسد. خلیفه عباسی نیز وی را مورد تایید قرار داد. دوران 33 ساله حکومت محمود بیشتر به جنگ با دولت‌های پیرامون و افزون کردن متصرفاتش گذشت. وی در بیشتر این نبردها پیروز میدان بود و علت نیز علاوه بر استفاده وی از سپاه کارآمد و مجهز که ویژه توجه خود سلطان محمود به امور نظامی بود، درگیری ها و ضعف داخلی دولت های پیرامون نیز افزون بر علت شد که وی راحت تر به پیروزی برسد. مثلا سلسله آلبویه دچار تجزیه شده بود و دولت آل زیار در محدوده گرگان حاکمیت ضعیفی داشت. بازماندگان صفاریان نیز در سیستان دچار اختلافات خانوادگی بودند و هندوستان نیز در شرق با وجود ثروت انبوهش دارای یک وحدت سیاسی نبود. آلپتگین بنیانگذار سلسله غزنویان بود. او یکی از سپهسالاران ترکتبار در امپراتوری سامانیان بود و در سالهای پایان عمر خود در سالهای 962 الی 963 میلادی به دلیل نارضایتی از حکومت سامانی به غزنین رفت و فرمانروای شبه مستقل در شهر غزنی شد. وی پیش از فرمانروایی در غزنی به سمت سپهسالار ارتش سامانیان در خراسان رسیده بود.
پس از مرگ عبدالملک بن نوح آلپتگین برای تاخت و تاز به سوی هند رفت و در مسیر خود ناگزیر شد از غزنه بگذرد. هنگامی که ابو علی لویک حاکم غزنه اجازه عبور به او نداد، پس از 4 ماه محاصره شهر را تصرف کرد. سپس بنا به گفته جوزجانی با دریافت منشوری از منصور بن نوح موقعیت خود را تثبیت کرد. آلپتگین در 20 شعبان 352 قمری درگذشت. از اینکه تا این دم با من بودید جهان سپاس. امیدوار هستم این بسته معلوماتی برای شما عزیزان بیننده جالب تمام شده باشد. تا درود دیگر، بدرود.